سلام عرض ادب دوستان عزیز، امیدوارم است که جور صحتمند باشین و لباس عافیت و تن داشته باشین. هموطنان عزیز، ببینید من خودم منیس یک پشتون اینمی فضای مجازی آمدیم، مثلا دوستا، اندیوالا، وطندارا و تمام افغانای عزیز از هر قوم و از هر تباری که باشن برای مهم نیست، چرا که ما یک افغان هستیم. صدای خود بلند کردیم که قوم پرستی نکنین، ملت پرستی نکنین، یک تا پرست باشین، خدا پرست باشین. این کارهایی که میکنین فایده نداره. ولی متاسفانه که از وطندارای ما بلند شده دو میده، دشنام میده و خودش هم هست یک پشتون. از خپلم پشتونیم، د کندهار د ولایتیم، د جړۍ د ولسوالیم. من خودم از ولایت قندهار، از ولسوالی جړۍ، ولی افتخار میکنم که فارسی گپ میزنم، افتخار میکنم که پشتو هم گپ میزنم و افتخار میکنم که افغان هستم و هیچ وقت به دو زدن شما من پا بس نمیکشم و شکست نمیخورم. چرا یگانه صدایی که از ملت ما و از دل ملت ما بلند میشه وحدت ملی است و او کسی که دو دشنام میدم غلام خارجی هستن، نوکرای خارجی هستن و فعلا هم نان و نمک خارجی رو دارن میخورن. بیادمی ما بان که براشم بگن گویه هم خارجی ها رو میخورن. و من شکر یک افغان هستم، هیچ وقت شکست نمیخورم و همیشه هم صدای خود بلند میکنم و خواهر مادر من در خانه خود ششته تو که هرچی هم بگویی دهان خود کثیف میکنی و لعنت خدا و لعنت ملائکه خدا بر تو باد. به هر کسی که وطندار خود دو میزنه و برادر خود برای غلط هدایت میکنه یا راهنمایی میکنه، همین که گفتنی داشتم دیگه، خجالت بکشین، بسش برای شما، شرم است برای شما. باز میگم لعنت خدا بر تو باد، بر شما بی پدرها بی شرفا که قوم پرستی میکنین از هر تبار، از هر قوم که باشه. زنده باد تمام افغانستان.